بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب عالی متعالی استاد محمد آقای انصاری. آقای رضایی بفرمایید. جزاک الله خیر ان شاء الله. استاد قبل از اینی که مطلبی بگم معذرتون بگم که با توجه به اینکه آخرین شب چهارشنبه ماه ذی‌حجة الحرام است و لیلة الوداع است، یعنی به ایمان که آخرین شب چهارشنبه است وداع است، جداً باعث بسی سرفرازی است که توفیق پیدا کردیم ذی‌حجة الحرام ان شاء الله صحبت کردیم. ان شاء الله خداوند ما را از حاجی‌ها به حساب بیاره ان شاء الله، هم شما و هم ما را. آمین ان شاء الله الرحمن. استاد از من یه مقدمه بگم، بعد حضرت عالی ان شاء الله یه چند دقیقه اگر اجازه بدید ما هم صحبت کنیم. بفرمایید. معذرتون عرض کنم که در بعد مطالبتون، در صدر مطالبتون یه جایی فرمودید که دشمنی روافض با خالد بن ولید به خاطر خدمات او به اسلام است و گسترش اسلام، و چون کینه‌توزند نسبت به شارع مقدس اسلام و اوشون هم خدماتی داشته است و این را هم از وضعیت جغرافیایی گسترش داده است، هم لحاظ اشاعه فرهنگی، فلذا نمیتونن باش دشمنی نکنن. خب اگر این یه استدلال باشد با توجه به این مسئله، خب به مراتب شمشیر علی بن ابی طالب بیش از شمشیر خالد در این راستا کارگشا بوده است و هم خدماتش بیشتره، هم در مسئله جغرافیایی در زمان رسول خدا و هم در زمانی که پیامبر در مکه واقعا تنها بود و در بدر هجرت و در آغازین جنگ ها مثل بدر و احد و اینها تا حالا خالد بیاد بپیونده به صفوف مسلمانان، خدماتی داشت از حضرتش. پس چرا با علی ابن ابی طالب، حالا شما ببین همین دوستی شما، دوستی روافض هم دشمنی است، ولی اسمش گذاشتن دوستی و نسبت به ایشون ابراز محبت میکنن. و با توجه به اینکه اگر که من نمیدونم آیا شما با این مسئله که الان میخوام بگم با شیعه ها، حالا به عنوان روافض یا شیعه هرچی، شما با این مسئله با روافض تفاهم دارید و توافق دارید که در اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احدی به رتبه علی ابن ابی طالب نیست، با توجه به حدیث منزلت که همه ما مسلمانان، هم شما و هم ما، و مخصوصا شما که برای صحابه خیلی مقام منزلت قائلید، اقلش این که دیگه در رتبه پیامبران نمیدانید. و با توجه به اینکه جناب هارون برادر حضرت موسی علیه السلام که اوشون رو برادر خوندن برای خودشون، اوشون پیامبر بودن و پیامبر ما علی ابن ابی طالب را به شبیه هارون نامیدن. پس منظوم است که اوشون چون در رتبه پیامبران است، مقامش از صحابی و از همه صحابه بالاتر است. پس این استدلال شما، اگر که شما یه دلیلی نیارید که این مطلب مرا نفیش کنه، قطعا مسئله اولی که شما استدلال کردید و استدلال شما با این مسئله با هم همخوانی ندارد. و حالا همین رو جواب میدید تا بعد مسئله اخیرتون رو صحبت بکنم. بله در 2 دقیقه شما اگر که مطلب دوم میتونم بفرمایید و من انشاءالله تماس شما که قطع شد پاسخ میدم. بله، اما در اشتراکات که فرمودید که در عبادت غیر الله، یعنی هر چیزی رو شما گفتید عبادت است و هر چیزی را به خاطر غیر خدا شد شرک است، محبت را خدای متعال بر ذوی القربای رسول خدا فرض کرده است. لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. و از طرفی هم خود رسول خدا فرموده است ان کنتم تحبون الله، اگر شما دوست می‌دارید خدا را، که نشانه ایمان اول، نشانه توحید دوستی الله هست، پس از من اطاعت کنید و این اطاعت یکی از ثمراتش این است که خداوند شما را دوست می‌دارد. پس در این دوستی اشتراکی پیدا میشه بین ذوی القربى، یعنی خانه دل که مخصوص خداست، خود خدا اجازه داده است،
خود ذات اقدس حق تعالی اجازه داده است که محبت ذوی القربای حبیبش و خود حبیبش را در این خانه، در این بیت، در کنار هم دیگه جمعشون کنید. حالا اگر یه رافضی بگید که من حسین را دوست می‌دارم، باید چه عنوانی براش بگد که این عنوان برای غیر الله دوست نداشته باشد و این شرک نباشد. و اصلا کسی که لا اله الا الله گفت مگر همه حرکاتش دیگه نمیپذیرد که همه حرکاتش برای خدا باشد، لا اله الا الله واقعی. و اگرم واقعی نباشد، در این مسیر هدایت بالاخره رو به تکامل میرود. فرداش انشاءالله بهتر از امروزش است و امروزش انشاءالله بهتر از دیروزش بوده است. اگر اجازه نمیدید بمونم، فکر کنم به همین اندازه سوالم را، اگر اجازه میدید بمونم چند لحظه دیگه برای جواب بعدی، سوال بعدی. نه، من لحظات شما تشریف داشته باشید. ببینید، اولا در مورد علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی هر چه که شما ذکر کردید و این فضایل و روایات و احادیثی که ذکر میکنید در مصادر اهل سنت روایات صحیح هست در مورد فضیلت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، هیچ کس شک نداره. اما اینکه برتر از همه صحابه باشد، این حرف نادرستی است. هیچ دلیلی برای این نیست. همون چیزایی که شما بهش استدلال میکنید در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد بقیه صحابه هم هست. من بارها گفتم صلی الله علیه و آله و سلم حبیبنا و نبینا محمد، یکی از صفات ایشون، یکی از ویژگی‌های ایشون بود که شخصیت ساز بودن. برای هر صحابه یک فضیلتی، یک مدال افتخاری دادن. برای ابوبکر، برای عمر، برای علی، برای طلحه، برای زبیر، برای همه صحابه. و اینکه ما بگیم که همه افتخارات اسلام منحصر میشه در سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، اگر ایشون در بستر پیامبر در شب هجرت خوابید، ابوبکر با رسول الله صلی الله علیه و سلم در هجرت بود. اگر ایشون در بدر شمشیر زد، 313 نفر دیگه هم 312 نفر دیگه هم بودن که با ایشون شمشیر زدن. اگر در احد بود، در احد دیگر صحابه هم حماسه آفریدن. اگر در خیبر بود، تنها سیدنا علی نبود، دیگران بودن. من در زمان خلافت ایشون یک وجب از خاک به اصطلاح کشورهای کفری که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتش فتح کرده باشه رو شما سراغ ندارید. دلیلش همین بود که همین کسانی که مدعیان تشیع بودن حضرت علی رو همیشه مشغول نگه می داشتن در اختلافات داخلی، در جنگ‌های داخلی، در نافرمانی هایشون که داشتن از سیدنا علی، و همیشه حضرت علی از دست اینا دلش پرخون بود. و روایت های متعددی هم هست که حضرت علی میگفت که شما نامرد هستید، اگر که بشه من 10 تا از شما رو بدم به معاویه به جاش یکی از افراد اون رو بگیرم، که اینها همیشه خیانت میکردن به حضرت علی. همون شیعیانی که بعداً حضرت امام حسین رو در کربلا به شهادت رساندن. اما در مورد شما آیت جالبی رو اشاره کردید در مورد مودت و به اصطلاح محبت و اطاعت از الله و رسول. ما گفتیم که نظر امام حسین شرک است. دلیل ما این است که نظر عبادت است و عبادت رو برای غیر الله سبحانه و تعالی انجام دادن شرک است. شما استناد کردید به این آیه که در مورد مودت و محبت به اهل بیت است. در اینجا میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما واقعا ادعا میکنید که محبت الله رو دارید، محبت رسول الله رو دارید، از رسول الله پیروی بکنید تا که الله سبحانه و تعالی شما رو دوست بداره. و طبعا شما میگید که اطاعت از پیامبر یعنی اطاعت از امامان 12 گانه. در کتاب دعایم الاسلام در صفحه 226 یکی از علمای بزرگ اسلام در اینجا میگه که از قال رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 من اعمال الجاهلیه، 3 چیز از اعمال جاهلیت است. لا یزال الناس فیها حتی تقوم الساعه، که مردم این عمل را انجام میدن تا روز قیامت. الاستسقاء بالنجوم، و این که بگن که والا این ستارگان در باریدن باران نقش دارن، و طعن فی الانساب، و در انساب طعن وارد کردن، و نیاحه علی الموتى، و گریه‌وزاری کردن بر بالای مردگان. همین عزاداری‌ها و سینه‌زنی‌هایی که شماها انجام میدید، آیا این از متابعت الله و رسول است؟ تشکر میکنم احمد جان. در کتاب دیگری که اینجا خدمتتون در بهارالانوار هست در جلد 82 صفحه 101، در اینجا از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده مولا باقر مجلسی که میگه که و عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صوتان ملعونان یبغضهم الله، 2 صدایی است که ملعون است و الله سبحانه و تعالی بدش میاد.
اعوال عند المصیبه و صوت عند النعمه یعنی النوح و الغنا. این صدای نوح و زاری که انجام میدید در اینجا من شده از این. و در کتاب های دیگر همی از مصادر مختلفی، مثلا این کتاب دیگری است از کتاب های شیعه در خصال شیخ صدوق در صفحه 226 در جلد 1 در اینجا میگه که اگر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اربع لا تزال فی امتی الی یوم القیامه، 4 چیز در امت من هست تا روز قیامت: الفخر بالاحساب و الطعن فی الانساب و الاستسقاء بالنجوم و النیاحه. نیاحه همین عزاداری و به اصطلاح به سر کله زنایی که شما انجام میدید. و ان النیاحه ان الناهیه اذ لم تتب قبل موتها، اگر کسی که به سر و سینه خود میزنه قبل از مرگش توبه نکنه، تقوم یوم القیامه و علیها سربال من القطران و درع من الجرب. اگر که این شخص توبه نکنه در روز قیامت لباسی از قطران، همون گداخته‌ای به اصطلاح در جهنم، بر او پوشانده میشه و یک درعی است از جرب که از امین آتش جهنم. الان من طبق آیه‌ای که خودتون خوندید باید از اهل بیت پیامبر و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عزاداری‌ها پیروی بکنیم. اونا من کردن از سر و کله زدن. آقای رضایی؟ بله بله بفرمایید. خب در مقام جواب بیام. بله بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدا شروع میکنم که فرمودید فضائلی را که برای علی علیه السلام ما برشمردیم برای بقیه اصحاب هم هست، فقط در اصحاب رسول خدا یکی است و دومی ندارد که کلم الله کرم الله وجهه هست و یک لحظه تا به بت سجده نکرده است. و کسی که مشرک شد قرآن میفرماد الشرک لظلم عظیم، و کسی که یه وقتی ظالم بوده است ولی الان مسلمان شده است و از وجود خودش ویروس زدایی شرک کرده است، ولی ظلم و شرک در هر که بوده است مثل پیسی است که درست معالجه میشه خوب میشه، اما بیانگر است که این یه وقتی پیسی داشته است و آثارش درش هست و خداوند قحط الرجال نیست برای او که هر کسی را برای مؤمنین مراتبی هست، درجاتی هست، قطعا در زمره اونا قرار نمیگیرد. آقای رضایی برادر عزیز گرامی، یعنی حرفایی که میزنید با دلیل و با مدرک باشه، چون که در کتابای خودتون اومده که حضرت علی اصلا به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم شک داشت. چطور میگید که به بتی سجده نکرده بود؟ خیلی بودن به بت سجده نکرده بودن. ورقه بن نوفل به بت سجده نکرده بود. پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم به بت سجده نکرده بود. عبدالمطلب میگن به بت سجده نکرده بود. ابو طالب میگن به بت سجده نکرده بود. سیدنا ابوبکر صدیق به بت سجده نکرده بود. خیلی بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به پیامبری مبعوث شدن خیلی بودن از بین قریش که میگفتن ما دینمون دین حنفیت است، یعنی دین ابراهیم است، به بت سجده نمیکردن. بله خب از من مدرک خواست مثلا در کتاب خودتون در کتاب خودتون هست، من اینجا خدمتتون نشون بدم که حرف منم مستند باشه. در کتاب سعد السعود از ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه، اینم صفحه دیگرش، اینم شناسنامش، در اینجا در صفحه 345 وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از علی خواستن که به ایشون ایمان بیاره و دید که ایشون داره نماز میخونه، گفت شما داری چیکار میکنید؟ حضرت پیامبر فرمودن که هذا دین الله عز وجل فعلک فی، این دین خداست، میتونی وارد این دین بشی. فقال ان هذا دین یخالف دین ابی و انا انظر فی، این دین مخالف دین پدرم هست، من باید در موردش فکر بکنم. فقال الله رسول الله صلی الله علیه و انظر و اکتم علی، و باشه فکرتو بکن و پنهان بکن. فکتم علی یومی، علی پنهان کرد و بعدن رفت مشوره کرد و خلاصه بعد ایمان آورد. یعنی حضرت علی اصلا به دین پیامبر نبوده، بعد از رسالت شک داشته اصلا در دین، این چه دینی است؟ این دین پدر من نیست. بفرمایید. بسیار خب این رو باید سندش رو بررسی بکنید، این سند صحیح باشد. بفرمایید بررسی بکنید. ما در خدمت شما هستیم، بررسی بکنید. باید یه دینی برای علی ابن ابی طالب ثابت کنید که به اون دین بوده است و به این دین نبوده است. همون دینی که همه قریش بودن، همه قریش میگفتن که ما به دین ابراهیم هستیم. بعضیاشون بت پرست شده بودن، بت ها رو میپرستیدن. البته بت ها رو یعنی عبادتشون بت هایی نبود که اونا رو خدا بدونن، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اما خیلی از صحابه بودن که بت نمیپرستیدن، میگفتن ما به دین ابراهیم هستیم.
خیلی از عادات و عبادات جاهلیتی که در تحریف شده بود در بین مشرکین رو انجام نمیدادن در زمان رسول الله. این نمیشه که شما بگید والا فقط علی بوده که به بت سجده نکرده. حضرت استاد خودتون که میفرمایید تحصیل حاصل میشه و شما میفرمایید اینا بطور سجده نمی‌کرد، عبادت نمی‌کرد، بعد خود آیه داره میگه عبادت، میگه ما اینا رو عبادت می‌کردیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. الله که در این آیه همون اللهی است که من و شما بهش اعتقاد داریم. مشرکین میگفتن ما این بت‌ها رو که پرستش نمی‌کنیم مگر برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن. یعنی چی؟ وسیله رسیدن ما به خدا باشه. ولی 23 سال اقلش پیامبر ما با خدای اینا مبارزه کرد برای براندازی خدای اینا. به خاطر همین شرکیاتی که امروز مسلمان ها گرفتارش هستن، به خاطر همین. اگر ما الان زمان رو برگردونیم، من و شما در زمان پیامبر قرار بگیریم، وقتی پیامبر می‌خواست مثال بزنه برای ما کدوم خدا رو مثال می‌زد؟ چه مثال خدایی رو مثال می‌زد؟ من از شما یک سوال میکنم آقای رضایی، اگر شما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودید و ایشون از شما میپرسید که آقای رضایی شما چرا غیر از خدا رو ازش رزق و روزی طلب میکنید یا برای طلب رزق و روزی به غیر الله متوسل میشید، شما چی میگفتید در جواب؟ ما به غیر از خدا به کسی رزق و روزی نمیخوایم. این همه کلیپ ها ما داریم پخش میکنیم که یا حسین یا علی به دادمون برس، یا مهدی ادرکنی، یا فاطمه زهرا مشکلات ما رو حل کن، یا مهدی باران ببار برای ما. یعنی چی؟ این که مستقلا ما اینا رو چیز می‌کنیم که اینا در مقابل خدا که نیستن، اینها چون بندگان شایسته خدا هستن به توسط همینها ما خدا رو شناختیم. خب این بدتر از اعتقاد این بدتر از اعتقاد مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مشرکین زمان پیامبر، کدوم خدا را میپرستند؟ استادشون کی بود؟ ببینید آقای محترم، من در سوره یونس آیه 31 الله سبحانه و تعالی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتگویی رو نقل میکنه که بین رسول الله و بین مشرکین رخ داده. قل، بگو ای محمد، من یرزقکم من السماء والارض، بگو که در آسمان و زمین کی به شما روزی میده؟ اما یملک السمع والابصار، مالک شنوایی و بینایی شما کی است؟ و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میکنه؟ و من یدبر الامر، کی است که همه امور رو تدبیر میکنه؟ فسیقولون الله، میگفتن که الله. فقل افلا تتقون، آیا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ فذلکم الله ربکم، این است الله پروردگار شما. ربکم الحق، پروردگار حق شما. فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق چی است غیر از گمراهی؟ فانا تصرفون. استاد این که درسته که پیامبر پس به کجا روی گردان میشوید؟ یعنی آقای رضایی شما الان فرمودید که اینها بندگان صالح خدا هستند، رزق و روزی رو اینا از خدا میگیرن به ما میرسونن، در حالی که مشرکین زمان رسول الله اعتقادشون از اعتقاد شما خیلی بهتر بوده، میگفتن که فقط خداست که رزق و روزی میده. ما هم همین رو میگیم. نمیگید. من کلیپ یکی از علمای شما رو پخش کردم اینجا، میگن عطای ابوالفضل مثل عطای خداست. کلیپ دیگری رو پخش کردیم از آخوندتون، میگه که اگر از خدا مستقیما بخوایی شرک. خداوند این 14 تا معصوم رو وسیله قرار داده بین خودش و بندگانش، تو باید از طریق این 14 تا واسطه بخوایی از خدا، در حالی که مشرکین این اعتقاد رو نداشتن. مشرکین چی میگفتن؟ رزق فقط دست الله است، کشتن و مردن و زنده شدن همه چیز دست الله است، همه تدبیر جهان دست الله است. در وقت رخا و در وقت آسایش این بت‌ها رو میگفتن که حالا ما میریم برای اینا قربانی میکنیم چون اینا به خدا زودتر میرسانن قربانی ما. حضرت استاد جناب آقای محمد آقای انصاری، و آتاهم الله من فضله و رسوله، فضل رسول عین فضل خداست، دست رسول خدا مثل خدا به توسط دست حبیبش بخشش میکند. کجا گفته؟ در کجا گفته؟ در قرآن است آتاهم الله من فضله و رسوله. خدا چه ربطی داره؟ آقا وقتی خدا میفرماد در قرآن کریم ان الذين يؤذون الله و رسوله،
انما ولیکم الله و رسوله، رسولش این هم که میگه عطای حضرت ابوالفضل مثل عطای خداست، یعنی از خودش چیز نداره بدت که این خواستن نیست برادر عزیز. آتاهم الله من فضله، الله سبحانه و تعالی از فضلش به اونها عطا کرده. این چه ربطی به خواستن از غیر خدا بدونی که ازش بخوای بد داده؟ اینو میگن فضل الله. ببین الله سبحانه و تعالی این امکانات رو در اختیار من قرار داده که امروز من حق رو بیان بکنم. میگم که این از فضل الله سبحانه و تعالی است که به من عطا کرده. این ربطی به خواندن غیر الله نداره. شما الان میخواید برای خواندن غیر الله، برای اینکه ما رزق و روزی رو از غیر الله بخوایم، دلیل از قرآن بیاریم که این نمیشه دلیل. برادر بزرگ جناب آقای انصاری عزیز، من روشنایی خونم یعنی روشنایی وجودم که ایمان باشد از محمد گرفتم. حالا مثال میزنم، من الان شب خونم وقتی روشنایی اتاقم از محمد است، سوزنی هم که شب اتاقم است از این نور دارم برمیدارم، این همش برمیگرده به همون نور. ما این در مقام تشکر است، نه اینکه بخوام مستقلا اینا رو در مقابل خدا قرار بدیم که از خودشون یاد گرفتیم که غیر از خدا نپرستیم. در یک دقیقه مطالبتون رو جمع‌بندی کنید برادر بزرگوار. تشکر میکنم. فقط در اون قصه‌ای که فرمودید در هجرت و غار و پیامبر و حضرت جناب ابی بکر بودن حضرت علی، اون که اونجا مذمت است، اون که بحثی جداست. اما در مقام شمشیر زدن هم در احد و هم در کجا مذمت است؟ یک لحظه، کجا مذمت است؟ لا تحزن ذم است. برای کی ذم است؟ برای کسی که محزون می شود. بعد گفته لا تحزن ان الله معنا، یعنی خداوند به همراه یک کسی که پیامبر ذمش کرده خدا همراه اون است؟ همراه اون نبود. ان الله معنا همراه من است و علی، من که اینجا هستم و علی ابن، یعنی هر کس که حزن داشت، هر کس که حزن و اندوه یا ترس داشت این ذم است؟ ترس نداشت، حزن داشت. خب حزن، کسی که حزن یعنی چی؟ حزن خب وقت میدی بگم برای چی؟ حزن یعنی چی؟ برای این که بله، حزن برای این که اون چه که در ایده ابی بکر بود نسبت به اون چه در کنار پیامبر بود، این ایدهش چیزی دیگه بود، برآورده نشد، ناراحت بود. اگر اجازه بدید آقای محترم دیگه رو بگم من خدمتتون. بله آقای محترم، شما الان فرمودید که آقای رضایی ما انسان‌های عاقل و با منطق هستیم، وقتی که صحبت میکنیم باید با دلیل باشه. شما گفتید حزن در اینجا به نسبت دادنش به ابوبکر صدیق ذم است، در حالی که در همین آیه میگه لا تحزن ای ابوبکر، اندوهگین نباش، ان الله معنا، خدا با ماست. یعنی خدا با کیست؟ خدا با ابوبکر و با پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا است. گوش کنید برادر بزرگوار، آیا خداوند با کسی است که رسول الله اونو ذم کرده؟ این اولا. ثانیا این که حزن ذم است، این رو مغزهای مریض همین آخوندها گفتن، در حالی که ما در سوره انعام آیه 33 الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و وقتی که تکذیب شدن فرمود به ایشون که قد نعلم، ما میدانیم، انه که لیحزنک الذی یقولون، این که به تو میگن جادوگر، این که به تو میگن کذاب، این که میگن محمد نمیدونم شیطان داره، این فلان داره، اینها تو رو اندوهگین میکنه. فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، ما یقینا میدانیم که آنچه که میگویند تو را غمگین میکند. این حزن در اینجا آمده، پس آنها در حقیقت تو را تکذیب نمیکنن، بلکه این ستمکاران آیات الله را انکار میکنن. اگر حزن در اونجا برای ابوبکر ذم باشه، العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله، برای پیامبرم در اینجا ذم است. این موقف حزن است اینجا جناب آقای محمد آقای انصاری. خدای متعال میفرماد ان الله لا تحزن ان الله معنا. شما میفرمایید اگر خدا به علی ابن ابی طالب فضلی داده است، به سایر صحابه هم داده است، به جناب ابی بکر هم داده است، چون در شب هجرت علی ابن ابی طالب جای او خوابید که ابی بکر کنارش بود. قرآن این رو نمره نداده است، اما اونا میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشری. سبحان الله. میگه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبه،
به صحابه خود، به همراه خود، چه افتخاری بالاتر از این که یک انسان همراه خاتم الانبیا سید اولاد آدم محمد مصطفی باشه و الله سبحانه و تعالی تزکیهش بکنه که لا تحزن ان الله معنا. آقای انصاری شأن نزول آیه رو میدونی کی بوده؟ کی بوده؟ سال 8 هجریه در قصه تبوک. و ثانی اثنین داره اشاره میکنه قرآن از اون دوتا یکی، اون همون روزم که در هجرت یاریش نکردید، روزم که در مکه بود غریبش گذاشتید، تنهاش نذاشتید. قرآن داره مذمت میکند یاران حبیب رسول الله را در تبوک و این قصه رو چیز میکنه، قصه غار رو داره مثال میزنه. قصه غار رو داره مثال میاره، میگه که در اونجا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار که الله سبحانه و تعالی اونا رو تزکیه کرده در این آیه و در آیه دیگه که اذ یبایعونک تحت الشجره لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. همه اینا تزکیه است برای سابقون الاولون. در سال 8 هجری تعدادی از کسانی بودن که شاید به خاطر غنیمت، شاید به خاطر مسائل دیگه با پیامبر همراهی کردن و منافقینی بودن که در طمع غنیمت رفته بودن با پیامبر همراه شده. مثال میاره که ایمانتون باید مثل ایمان ابوبکر باشه که با پیامبر همراهی کرد، نترسید. سبحان الله. همه تاریخو میخواید وارونه نسبت جلوه بدید به دیگران. تشکر میکنم آقای رضایی. تا هفته آینده انشالله که بازم در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم مطالبتون جمع و جورتر باشه. 30 ثانیه. تشکر از شما برادر بزرگوار. الله مطالب 30 ثانیه خواهش میکنم فرصت بده. 30 ثانیه بفرمایید. بله استاد بزرگوار، به حضورتون عرض کنم کدوم صحابیش شما 80 و چند تا کلیپ برای ما درست کردید، تو همه کلیپ‌ها 10 ها بار به این آیه اشاره کردید. ما این آیه رو قبول داریم، این منشان من المهاجرین و الانصار. کدوم مهاجرین و انصار؟ استسعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. پیامبر رو گذاشتن فرار کردن، جون خودشون رو نجات دادن. اینا چه مدحی دارن در احد که شما فرما در احد؟ الله سبحانه و تعالی در امین احد از اونا اعلان، در امین واقع احد در سوره آل عمران ازشون اعلان قبولی توبه کرده. اونا قبول ندارید؟ این اعلان قبولی توبه نکردن، اصلا توبه نکردن. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی میگه که توبه کردید یا نکردید من از شما راضی شدم. نه نشده راضی، این راضی موقتی است، این مال دنیاست. در قصه موسی آقای رضایی یه خواهشی از شما دارم. آقای رضایی یه خواهشی ازتون دارم، حرفی نگید که به قول آقای قزوینی مرغ پختن بخنده. حداقل به بینندگان کمی احترام. موقتا راضی شده. سبحان الله. مگر در قصه موقتا ببینید رضایت از صفات قدیم الله سبحانه و تعالی است. یعنی الله سبحانه و تعالی از کسی راضی نمیشه. من الان دلیلشم براتون از بیارم اینجا. استاد بله اینها در قصه احد ببینید پیامبر اینها الله سبحانه و تعالی قرار از جنگ آقای محترم مؤاخذه کند، او وقتی اینا تازه هجرت شده بود در بین بلاد کفر ایران و روم. آقای رضایی برادر بزرگوار، الله سبحانه و تعالی در سوره فتح آیه 18 میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. الله سبحانه و تعالی راضی شد از مؤمنینی که در زیر درخت در بیعت رضوان در حدیبیه با تو بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، دانست که در قلب‌های اونا چیست. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. آقای انصاری یعنی الله سبحانه و تعالی از دل صحابه خبر داشت که ازشون راضی شد. شما میگید راضی نشد؟ موقت بود. قرآن می‌فرماد از مؤمنین، از دل مؤمن خدا آگاه است. از مؤمنین راضی شد. کسی که از جنگ فرار میکنه پیامبر رو تنها میگذاره، بین جنگ پیامبر صدا میذاره، اعتنا نمیکنن، فرار میکنن. بابا خدا بخشید، شما چه کاره اید آقای رضا؟ آقای رضایی خدا بخشید در سوره آل عمران الله سبحانه و تعالی از اونها که فرار کردن در جنگ احد اعلان رضایت کرد. آقا از این بخشش در قرآن ما داریم که موقتی است. در قصه در کجا؟ در قصه گوساله پرستی گوساله وقتی قرار شد اینا همدیگه را بکشن خدای متعال الان ببینید موسی عفا الله عنهم. اما این عفو موقتی است برای همه. کی گفته موقتی است؟ کجا گفته موقتی است؟ ببینید بیاری قصه موسی و حضرت موسی الان ببین این دوست عزیز آقای محترم، ببین الان
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم. الله سبحانه و تعالی در روز احد گروهی از مسلمانان را که فرار کردند، در حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار و گناهانی که مرتکب شدند بلغزانید و قطعا الله از آنها درگذشت. عفا الله عنهم. خدا میگه من ازشون راضیم، شما میگید موقت راضی شده. آقای انصاری، مؤمن در کتی خطاکار تشکر آقای رضایی، تشکر آقای رضایی برادر بزرگوار. الله سبحانه و تعالی هممون رو به راه راست هدایت بده. تشکر از شما. زنده باشین ان شاء الله. خدا نگهدارت. خدا نگهدارش. تقریبا نیم ساعت ایشون پشت خط بودن. برادر بزرگوار، سعی کنید وقتی یک مطلبی صحبت میکنید، وقت ما بینندگان همه رو میگیرید، مطلبتون جمع و جور شده، دلایل یعنی به چیز واقعا خنده‌دار. خدا شما مثلا اختیار الیاذ بالله اختیار الله سبحانه و تعالی به دست شما نیست که والا تهمت بزنید که والا موقت راضی شده، دائما راضی شده. این آیات صریح قرآن کریم است دارید انکار میکنید. من تعجب میکنم به خدا.